ناصرجان سلیمی نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات روز 21 انور بر رادیوی آزادی گفت مهلت پیشبری نامزدها به انجام رسید، اما از حزب سوسیال دموکرات یگان نامزد برای ثبت نام پیشنهاد نشد. طبق قانون درباره انتخابات وکیلان پارلمان، حزب‌های سیاسی باید نامزدهای خود را 45 روز تا روز آوازدهی پیشنهاد کنند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار می شود. تلاش‌های ما برای صحبت با نمایندگان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بی نتیجه بود. رقم تلفن قیام الدین عزیزوف رئیس حزب دست نارس است. عزیزوف در اول ماه انور در یک پیام خطی بر رادیوی آزادی گفته بود ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. یک نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت با سبب‌های برای آنها نیز نامعلوم انجمن حزب قبل از انتخابات برگزار نگردید. از زمان تأسیسش در سال 2002 حزب سوسیال دموکرات در همه انتخابات‌های پارلمانی شرکت کرده، اما هیچگاه به مجلس نمایندگان راه نیافته است. نمایندگان حزب بارها از تقلب در انتخابات شکایت کرده بودند. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات بجز حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشبری کردند. به اطلاع رسمی حزب حاکم خلقی دموکراتی 28، حزب اگراری 13، حزب اصلاحات اقتصادی نیز 13، حزب دموکرات 4، حزب سوسیالیستی 6 و حزب کمونیست نیز 6 نامزد پیشبری کردند. میرحسین نظریف رهبر جناح غیررسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید با نظرداشت نامزدهای پیشنهاد شده نمیتوان از پارلمان آینده انتظار زیاد داشت. اگر وضع امروزه انتخابات با مقایسه با سالهای 90 حتی 95 2000 گیریم اگر سطح نامزدهای پیشبری شده خیلی بلند بود. قریب که اکثریت آنها رو مردم میشناخت. متاسفانه اون نفری که امروز پیشنهاد میشد من چندان خودم درباره بسیار آنها معلومات ندارم. در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی است. اکثر کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که 8 سال باز انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده است، چند پیش گفت که این کارزار مهم سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه.